سلام به همگی، به کانال من خوش اومدید. اگر قصد مهاجرت به هلند رو دارید یا قصد دارید که شهروند اونجا بشید و یا اینکه به هر دلیلی قصد یادگیری زبان هلندی رو دارید، توصیه می‌کنم کانال من رو سابسکرایب کنید چون این کانال برای شماست. اگر سوالی دارید یا به موضوع خاصی علاقه‌مندید، ممنون میشم که قسمت کامنت ها مطرح کنید که من تمرکزم بیشتر روی اون قضیه بذارم. منتها ایده‌ای که خودم دارم اینه که تمرکز اصلی روی یادگیری زبان هلندی به صورت خودخوان باشه برای آزمون‌هایی که شما مجبورید به دلایل مختلف براشون زبان هلندی یاد بگیرید. حالا تو این ویدیو بحث ما آزمون زبان به سفارت هلند هست. این آزمون رو شما زمانی مجبورید انجام بدید که بخواید به پارتنرتون یا همسرتون که هلندی هستن با ویزای پیوست ملحق بشید. سطح امتحان رو میگن A1 باید باشه، منتها حالا یکم جای بحث داره چون امتحانی که میگیرن مقایسه سطح A1 هلندی پایین‌تر و خیلی ساده‌تر هست. مکان امتحان سفارت هلنده و شما باید تو همین تهران امتحان بدید. بعد از اینکه شما هزینه رو پرداخت بکنید، میتونید به سفارت ایمیل بزنید و یه درخواست بدید و یه تایمی برای امتحان مشخص کنید که کی برید سفارت امتحانتون بدید. منتها هزینه بخش مختلف امتحان من اینجا براتون آوردم، سفارت مختلف داره و جمعا میشه 150 یورو که البته من لینکی که باید قیمت رو ازش چک کنید اینجا گذاشتم. ممکنه قیمت تغییر بکنه، منتها این آخرین ورژنی بود که من الان پیدا کردم و براتون گذاشتم. یه خوبی که داره اینه که پارت‌ها رو به صورت جدا جدا هزینه‌اش رو پرداخت می‌کنید. این امکان رو فراهم می‌کنه که اگر شما یکی از پارت‌ها رو نتونستید قبول بشید، لازم نباشه که کل هزینه 150 یورو رو برای دادن اون بخش دوباره انجام بدید، دوباره پرداخت کنید و کافی شما هم بخشی که نتونستید قبول بشید فقط اون رو پرداخت کنید و اون امتحان رو دوباره بدید. در مورد روز امتحان هم یه نکات هست که باید بدونیم. یکی این که اون ایمیلی که براتون میاد و توش تاریخ امتحان و یه کد به شما میده که شما باید چه ساعتی برید و امتحانتون و چه پارتایی رو انجام بدید، اون رو باید پرینت کنید. پاسپورتتون باید اعتبار داشته باشه و همراهتون باشه. منتها اگر نیست با سفارت تماس بگیرید از قبل و باشون هماهنگ کنید. احتمالاً اجازه بدن که با یه مدرک شناسایی دیگه‌ای برید. و آخری همین که یک عکس رنگ جدید منطبق معیار کشور هلند باید داشته باشید که حالا خیلی چیز خاصی هم نیست، معیارشون خیلی شبیه به معیار خودمونه و فکر کنم فقط سایزش خیلی مقدار متفاوته. و در نهایت این که بخش بعدی راجع به نتیجه امتحانه. برای اینکه شما ببینید امتحان رو قبول بشید و توی هر بخش از این سه بخش به صورت جداگانه هر کدوم نمرتون بالای 6 بشه. کل امتحان هر بخش از 10 نمره هستش و همونطور که گفتم اگر یکی از بخش ها رو نتونید قبول بشید، میتونید همون بخش رو به صورت جداگانه امتحان بدید دوباره و قبول بشید. در مورد نتایج هم بین 2 هفته تا 8 هفته طول میکشه معمولا که نتیجه به دستتون برسه. این خب خیلی مهمه چون که جز اولین مدارکی که برای فرستادن و درخواست اصلا ویزای پیوست باید فراهم کنید نتیجه این امتحان رو. برای همین تایمتون یه جوری ست کنید که تقریبا 2 ماه قبل از زمانی که میخواید اپلای کنید امتحان رو داده باشید. امتحان هم فکر میکنم برای 1 سال اعتبار داره. حالا من لینکش رو اینجا میذارم. اطلاعات مربوط به امتحان رو اگر احیانا تغییر کنه میتونید از اینجا آپلودش کنید. منبع اصلی امتحان طبق چیزی که تو خود سایت سفارت معرفی شده پکیج نرنیدرلند هست که این پکیج همه شما چند تا کتاب خودش میکنه. این کتاب سبزی که اینجا میبینید این کتابیه که اطلاعات جامع راجع به کشور هلند رو اینجا دارید. بعد این کتاب رو در نقش لیست کلمات و حالا توضیحات کلی راجع به امتحانه. این یکی کتاب اصلیه که باش درس می‌دیم، بقیه هم سی‌دی‌هاییه که مربوط به خود کتاب هست و توضیح میده. منتها یه واقعیت که اینه که این کتاب درسته به عنوان منبع اصلی معرفی شده ولی یه مقدار سطحش بالاتر از این چیزیه که شما بخواید یهو از صفر برید و شروع کنید هنری رو با این کتاب کنید. ضمن اینکه برای کسایی که با زبان لاتین حالا و حروف لاتین آشنایی دارن توصیه شده از درس 20 بخونن. فکر می‌کنم 65 درس داره
که خیلی زیاده، در کل حجم کتاب بالاست، ولی همونطور که گفتم برای امتحان واقعا سطح امتحانی مقدار پایین‌تر از این کتابه و حالا من در ادامه سری تکنیک‌ها و روش‌هایی بهتون معرفی میکنم که لازم نباشه حالا یا اگر وقت نکردین این کتاب رو تموم کنید و یا اگر وقتتون کلا خیلی کم برای امتحان بتونید خیلی راحت پاس بشید. در مورد بخش‌بندی کلی امتحان من اینجا اولا یه نمونه کارنامه گذاشتم، اینو از اینترنت گرفتم. هر چیز نتایج همینجور که میبینید 3 تا پارته، همون پارتهایی که جداگانه قیمتش رو پرداخت کردید و خریدید. پارت مربوط این پارت راجع به سوالای عمومی راجع به جامعه هلند و همونطور که گفتم آشنایی با جامعه هلنده. سوالاش کلا از یه فوتوبوکی میاد که توی پکیج بود و فکر کنم 100 یا 150 سواله که جواب 2 گزینه‌ای داره و تو خود کتاب صفحات آخر کتاب سوالا رو شما میبینید و جوابش هم همونجور نوشته شده و کافیه شما چند بار اینا رو مرور کنید و حتی اگه درست حسابی همه کلمات رو ندونید یا نتونید شما اون جملات تشکیل بدید یا مفهومش رو بفهمید، اصلا مشکل نیست، هم که بتونید جواب نهایی رو درست بزنید کافیه. و من حالا قصد دارم که یه ویدیو حتما میسازم و این سوالا رو اونجا همه رو مینویسم با جواب و شما اگر این منبع رو ندارید با فقط چند بار نگاه کردن اون سوالا میتونید که این رو به راحتی 10 بشید. این بخش جزء بخشایی هستش که خیلی ساده است و معمولا اغلب افرادی که شرکت میکنن به راحتی 100 رو میگیرن، 10 رو نمره 10 رو ازش میگیرن چون سوالا از همین چند تا سوالی که اینجا هست انتخاب میشه. بخش دوم خودش 2 قسمته که یعنی مربوط به مکالمه، خودش شامل 2 بخش. یکی سوال مکالمه است، این یه سری سوالاتی که ازتون میپرسن مثلا کجا زندگی میکنید، نمیدونم با کی زندگی میکنید، اوقات فراغتتون چه کار میکنید. یه سری سوالا از این دست هست که شاید بشه گفت چالشی ترین بخش امتحانم همین بخش هست. و اینکه یه خبر خوب راجع به این هست اینه که مجموعه سوالاتی که دوباره مجددا از پرسیده میشه از یه مجموعه سوالات محدوده که چند تا از اونها معمولا پرسیده میشه، حالا حتی یه ساده تر یا یکم هولوش همون تغییر میکنه. و این هم باز یه لیستی داره که من خودم لیستش از یه کانال یوتیوب برداشتم و که حتی انگلیسیش هم نبود، نمیدونم کره‌ای بود چی بود، ولی خب چون هلندی بود میشد پیدا به راحتی متوجه شد. من اینو اصلا برایش ویدیو فارسی درست کنم که چون این بخش مهمیه و شما به راحتی با چند بار گوش دادن به اون ویدیو میتونید جواب اون سوالا رو بدونید و اونجا قطعا از همون لیست سوالا رو ازتون میپرسن و شما هم جوابش از قبل خوب میدونید. یه نکته‌ای که هست اینه که در مورد این، حالا چون من جواب سوالا رو میخوام بذارم، نکته‌ای که هست اینه که سوالاتی ازتون میپرسن شما لزوما مجبور نیستید جواب درست رو، جواب حالا صادقانه یا جوابی که مثلا واقعیه رو بدید. اونو صرفا میخوان سطح زبان هلندی شما رو ببینن و برای همین ما جواب خیلی غیر چالشی رو که مثلا تلفظش یه وقت سخت نباشه یا امکانه اینکه جمله غلط باشه رو توی لیست نمیذاریم و یه سری جواب خیلی روتین که شما به سادگی به خاطر بسپارید اونجا بهتون یاد میدیم. پس حتما منتظر این ویدیو باشید. بخش بعدی بخش جا خالی است که اونم مجددا خبر خوبی که هست اینه که مجموع سوالاتش موجوده. من بازم از یه کانال خارجی پیدا کردم و اینها رو ترجمه میکنم و تعدادش یکم زیاده ولی خب خوبیش اینه که خارج از این مجموعه اصلا سوال نمیاد و خب این خیلی خوبه به خاطر اینکه همون فکر کنم 5-6 صفحه سوال رو مسلط باشید قطعا میتونید این امتحان این بخش رو خیلی خوب بدید. اینجوریه که یه سری جمله که یه سری جا خالی داره و شما باید اونا رو پر کنید. در مورد بخش بعدی که مربوط به مهارت خواندن شما و درک مطلب شما زبان هلندی میشه، اونم خودش شامل 2 بخشه. بخش اول به این صورتی که از بین 4 گزینه باید طبق صوتی که میشنوید یه صدایی یه کلمه رو تلفظ میکنه و شما از بین کلماتی که میبینید بعد یکیشو انتخاب کنید بگید که این همون بود، که نسبتا بخش ساده ایه و مطمئنا میتونید به خوبی پشت سر بذارید این بخش. و بخش بعدی هم که راجع به درک مطلب هست که یه متنی رو میبینید و بعد بر اساس اون یه سری سوال هست که جوابهای این سوال‌ها که تستی هم هست خوشبختانه و ساده است، بر اساس همون متن شما باید نتیجهش رو مشخص کنید.
خب حالا 2 تا سوال مهمی که اصلا هدف اصلی من شاید از ایجاد کلا این کانال و فکر کردم بهش این بود که من این 2 تا دغدغه به نظر من خیلی مهمه و مثلا زمانی که وقت شما یکم کمه و حالا یه منابعتون محدوده، چه مالی چه هزینه‌ای چه زمانی، این 2 تا عامل رو خیلی مهم میکنه. عامل اول اینه که آیا به استاد نیاز داریم یا نه. واقعیت اینه که شما خب به تنهایی و بدون منابع خوب نمیتونید که زبان هلندی رو یاد بگیرید و تمام هدف این کانال این هست که شما بتونید با همین کانال و به صورت رایگان و با کورس‌های آنلاینی که آموزشش رو من به زودی شروع میکنم به آپلود کردن بتونید به امتحانایی که مربوط به سفارت هست رو انجام بدید و دیگه لازم نباشه کلاس خصوصی بگیرید. در مورد تلفظها و صحبت کردن به زبان هلندی، چون برخی از آواها خیلی متفاوت از زبان فارسیه، شما قطعاً به یکی که بتونه بسنجه لهجه شما رو نیاز دارید. ولی خب بالاخره کسی که این امتحان رو انجام میده یا میخواد بره هلند مسلما به همچین سورس‌هایی دسترسی داره دیگه. و اینه که من فقط این بخش رو نمیتونم کاری کنم، منتها بقیه بخش ها که آموزش کتاب ها، لغات و تکنیک هایی که شما لازم دارید همه رو تو این کانال یاد میگیرید و نگران نباشید. در مورد اینکه چقدر زمان لازمه تا برای این آزمون خاص بتونید قبول بشید، باید بگم که خیلی بستگی داره به کلاً، شاید بتونم بگم که لایف استایل شما. اگر شما خب خیلی با کتاب و درس و اینا سر و کار دارید، اگر که یه شغل چالشی دارید، اگر که خب سنتون هنوز واقعا جوریه که علاقه‌مند به چیز جدید هستید و فرآیند یادگیریتون هیچ وقت عملا متوقف نشده، این آزمون اصلا برای شما چالش نخواهد بود. میتونید به راحتی با مطالبی که تو همین کانال هستی اصلا خودتون واقعا یه مقداری کار بکنید و نمونه سوالا رو مخصوصا مسلط بشید. من به نظرم از 0 تا زمانی که این آزمون رو بتونید پاس کنید با تکیه بر اون نمونه سوالا شاید 1.5 ماه کافی باشه. ولی اگر مثلا شما یه خانم خانه‌دار هستید، سالها دور بودید از این قضیه، مثلا کلا کار جدید، مطالعه و زبان جدید براتون چالش‌های خودشو داره، خب من توصیه میکنم که مجددا خیلی نمونه سوال‌ها بها بدید، خیلی و ویدیوها رو چندین بار ببینید، یعنی مدام تمرین کنید و خب یه مقدار زمانی شاید بیشتر با توجه به چیزی که خودتون فکر کنید در خودتون در نظر بگیرید و یه جوری باشه که خیلی به خودتون استرس ندید و زمان کافی داشته باشید که بتونید تمرکز کنید و به تسلط خوب برسید. منتها یه نکته‌ای که هست، من کلا توصیه میکنم زمانی که یه امتحانی دارید یه بخش از تمرکزتون فقط پاس کردن اون امتحان باشه. یعنی حالا اگر مثلا شما 3 هفته دیگه بعد این امتحان رو بدید، دیگه تمرکزتون نذارید تو اینکه واقعا حالا هلندی یاد بگیرید. هلندی رو ما اینجا به مرور با هم یاد میگیریم، ولی برای امتحان تمرکزتون منابع اصلی باشه. یا من سعی میکنم برای هر امتحانی یه دونه ویدیو بذارم و منابع مربوط بهش رو براتون معرفی کنم. در مورد این امتحان همونطور که گفتم منبع اصلی ندرلند هست، منتها منبع سطح بالایی معمولا توصیه میشه که با یه منبع ساده تر شروع کنید، یکم با هلندی آشنا بشید، بعد که یکم باهاش راحت شدید میتونید منبع اصلیش هم بخونید، یا اینکه اصلا کلا تمرکز اصلیتون روی نمونه سوالا باشه. که منبعی که قبل از ندرلند معمولا توصیه میشه و واقعا شاید بگم تنها کتاب ساده تر از اونیه که شما میتونید با شروع کنید، کتاب اوپلت هست که من آموزشش هم همینجا میذارم و میتونید با هم یاد بگیریم. در نهایت من توی لینک سفارت گذاشتم، اینجا نمونه سوال امتحان رو یه علامه‌شو میتونید پیدا کنید و خودتون امتحان کنید. هرچند توی ویدیویی که من میذارم و سوالی که بهتون میدم همه اینا پوشش داده شده و اگر تمرکزتون روی ماست نگران اینا نباشید. به خدای بزرگ میسپارمتون. فعلا.